ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان ولایت کوهستانی است و 27 ولسوالی دارد. اکثریت مردم این ولایت تاجیکند و به زبان دری صحبت می نمایند. پیشه اصلی آنان زراعت و مالداری است. گندم، جو، جواری، لوبیا، نخود از فراورده های زراعتی آنان است. زیره، مومیایی، چای کوهی و انواع گیاهان طبی سنتی در کوهپایه های این ولایت قابل دسترس می باشد. طبق آمار نشر شده ولایت بدخشان 53% منابع آبی افغانستان را دارد. دریای کوکچه مرکز بدخشان شهر فیض‌آباد را به دو بخش تقسیم کرده است. از مناظر دیدنی این ولایت است. از اماکن و آبیده های تاریخی تا معرفی فرهنگ مردم بدخشان به شما معلومات خواهیم داد. در برنامه‌های بعدی همراهی مان کنید. د شرق تلویزیون ټول خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خبرونه وګورئ.